وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 25 نوامبر رسما از بازداشت گمانبر در کشتار مرجانه شیرخانوی 20 ساله ساکن شهر ترسونزاده خبر داد. مقامات امور داخلی نام گمانبر را آشکار نکردند، اما گفتند که او ساکن 29 ساله ناحیه واسعه ولایت ختلان است. این مرد روز گذشته بازداشت شده است. در وزارت امور داخلی گفتند گمانبر روز 14 نوامبر در داخل ماشین شخصیش تمغه ناو در ظرف گنجایشش 1 لیتری 190 دانه داروی دیمیدرول را با آب آمیخته کرده مجبوری دست و پای زنی 20 ساله را بسته است و آب این ظرف را به او نوشانده است. در نتیجه زنی جبر دیده در داخل ماشین مذکور به هلاکت رسیده است. خانواده در شهر ترسونزاده بعد از 8 روز جستجو جسد دختر 20 ساله خود را از داخل یک ماشین بتونشوری در نزدیکی بازار بلخ ناحیه رودکی پیدا کردند. والدان باور دارند در مرگ مرجانه جوانی دست دارد که میگفت عاشقش هست. جسد مرجانه شیرخانوی 20 ساله ساکن دهه پخت‌آباد شهر ترسونزاده روز 21 نوامبر به خاک سپرده شد. مرجانه دانشجوی سال سوم کالج تکنیکی و تکنولوژی تشکیلات مددگار مدافع تاجیکستان بود. مادرش میگوید بار آخر مرجانه را روز 13 نوامبر دیده بودند.